اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر به فکر تغییر زندگیشان هستند تا مدیریت انتخابات. بر بنیاد سندهایی که در اختیار تولونیوز قرار گرفتند، بیشتر اعضای این کمیسیون برای درمان از بودجه کمیسیون مستقل انتخابات همراه با اعضای خانواده‌هایشان به هند رفتند. و نیز حامد کرزی از کد 91 برای تمامی اعضای این کمیسیون موترهای زیرهی خریده است و اکنون ماهانه 100,000 افغانی کرایه خانه‌های اعضای این کمیسیون از کد 91 پرداخته می شود. بر بنیاد این سندها عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون از بودجه کمیسیون مستقل انتخابات آیفون 5 خریده است و اعضای این کمیسیون در روزهای عید تنها 60 کیلوگرم کشمش و نخود مصرف داشتند. بر بنیاد این سندها دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات چندین بار مدت اعتبار دیش تیوی یا ماهواره تلویزیونی اعضای این کمیسیون را تمدید کرده است. بیشتر این پیشنهادها از سوی ضیاءالحق قمرخیل رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات تایید شده‌اند. کریم امینی گزارش می‌دهد. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به جای تلاش برای برگزاری یک انتخابات خوب و شفاف، بیشتر به فکر سودجویی و بهبود زندگیشان بودند. در حالی که کمیته برای گزینش افراد کارا در کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شد، اما این کمیته بر بنیاد معیارهایی که با خودش داشت از میان ده‌ها چهره کارا 27 تن را برای مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات برگزید و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از این فهرست اعضای قانونی این کمیسیون را برگزید. سندهایی که تولونیوز با آنها دست یافته است نشان می‌دهد که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین پول کافی و امکانات بیشتری در اختیار اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گذاشته بود. حامد کرزی به پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات احمد یوسف نورستانی، عبدالرحمن هوتکی، لیلا احراری، شریفه زرمتی وردک، عزیز بختیاری، گلالای اچکزی و قاضی سلیمان حامد را از بودجه کمیسیون انتخابات همراه با اعضای خانوادهشان برای درمان به هند فرستاده است و برای هر یکشان افزون بر بلیط‌های رفت و برگشت 100,000 افغانی پول نقد داده شده است. در بخشی از این سندها دیده می شود که تمامی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ماهانه 100,000 افغانی برای پرداخت کرایه خانه‌هایشان از کد 91 به دست می آوردند. بخش دیگر این سندها ویژه موترهای زیرهی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات است. در این سندها آمده است که کمیسیون مستقل انتخابات 10 موتر زیرهی تازه پیشنهاد می کند و حامد کرزی بیدرنگ به خریداری این موترها دستور می دهد. اما چرا حامد کرزی در پول دادن به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات این همه دست باز داشت؟ زیر کاسه نیم کاسی وجود داره و کمیسیون مصروف همی استفاده از این امکانات شدن یا مصروف همی عیشی که تازه به او دست یافته بودن، متاسفانه انتخابات به بحران رفت. این سندها نشان می‌دهند که دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات اعضای این کمیسیون را با دادن چیزهای ناچیز سرگرم ساخته بود. اعضای این کمیسیون برای عید 70 کیلو میوه خشک، 30 کیلو چاکلیت و بیش از 40 کیلو کیک و کلچه خریداری کرده بودند. این نکته هم جالب است که ضیاءالحق قمرخیل رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد خریداری تلفن آیفون 5 را به عبدالرحمن هوتکی معاون این نهاد امضا کرده است. بخشی از این سندها نشان می‌دهد که شماری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر از کارهای اصلیشان سرگرم تماشای شبکه‌های تلویزیونی خارجی بودند و دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات بارها زمان اعتبار این شبکه‌ها را تمدید کرده است. سریر برمک هم برای دفترش میز، چوکی، کوچ ترکی و تلویزیون LED خریداری کرده است. بیشتر پیشنهادها از سوی دفتر ریاست کمیسیون مستقل انتخابات شده است و ضیاءالحق قمرخیل با اجرا کردن این پیشنهادها اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را خوشنود نگه می داشت. من فکر می کنم این عدم اعتماد به مصالحت و توانمندی کاری خودشان است. وقتی که هیئت رهبری و بزرگان این نهادها در حالتهای قرار می گیرند که اعتماد به نفس و استقلالیت مسلکی، فکری و قانونی خود نادیده میگیرن، خود از این سبب میشه که منجر به همت بحران‌ها و همت جنجال‌های شود که ما شما شاهدش بودیم. از سوی هم در بخش از این سندها دیده می شود که پذیرایی از مهمانان از سرگرمی‌های دیگر اعضای این کمیسیون بوده است. این مهمانداری‌ها هم پس از دور نخست انتخابات افزایش چشمگیری داشته است. کیایی است که از این افراد به حیث افراد
کلیدی کمیسیون مستقل انتخابات در جهت منافع قومی و اینا استفاده شده و یا است که مسائل دیگه بوده که ممکن به انظار مردم بیرون نبرآمده، ولی به هر صورت یک تقلب صورت گرفته. تقلب به مفهوم دیگهش یک خیانت است. و این گونه است بخش کوچکی از کارنامه‌های اعضای کمیسیون مستقل انتخابات که برای مدیریت سالم انتخابات گماشته شده بودند. این تنها بخشی از سندهایی هستند که به دست تولونیوز افتادند. احتمالاً هستند سندهای بیشتری که نمایانگر چگونگی فعالیت‌های تشریفاتی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات باشند. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات در این باره این گونه دیدگاهی دارد. اگر احیانا اسناد نشر میشه خودشان جواب بگه. با این هم این سندها نشان میدهند که حامد کرزی با دادن پول و دیگر امکانات تا چی اندازه بر اعضای این کمیسیون تسلط داشت و ضیاءالحق امرخیل با خریداری کشمش، نخود و تلفن و دیگر امکانات اعضای این کمیسیون را خوشنود می ساخت و سرگرم نگه می داشت. هر گونه که بود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به گونه‌ای به بحران رفت و یکی از انگیزه های به بحران رفتن انتخابات بی‌پروایی و سودجویی مدیران کمیسیون مستقل انتخابات گفته شده است. این مصارف در حال صورت گرفتند که دهها سرباز محافظت عامه وزارت امور داخله میگویند که از 6 ماه بدین سو حقوق ماهانه‌شان را به دست نیاوردند. این سربازان که امروز در شورای ملی آمده بودند میگویند که هیچ نهاد تاکنون شکایت آنان را نشنیده است و هشدار میدهند که برای به دست آوردن حقوقشان دست به هر کار خواهند زد. شکایت کنندگان میگویند که فرماندهشان آنان را تهدید کرده است که اگر در این باره شکایت کنند از کار برکنار خواهند شد. اینان سربازان معینیت محافظت عامه حوزه شرقی کشور هستند و شکایت می کنند که از 6 ماه بدین سو حقوقشان را به دست نیاوردند. این سربازان در برابر شورای ملی آمدند و می گویند که از 2 ماه بدین سو با وزارت امور داخله شکایت کردند، اما تاکنون این شکایتشان از سوی مقامهای وزارت امور داخله شنیده نشده است. وزارت داخله ته ورور منګه غیر لیګل دي جوابونه مې د رئیس ارکان د لیوار راغلی دی او راپورونه راول دي زمنګ څوک غم نه کوي. بسیار وظیفه کردیم، شهید دادیم، حتی یک 20 روز پیش دم خود تنگی محترم یک سرباز ما شهید شد، یک زخمی دادیم، نه به داد ما کس میرسه نه به فریاد ما. اولادای کل زیگاردا گشنه است. پیره کردیم، وظیفه کردیم، گزمه کردیم، وظیفه غیر قطار رسمی و غیر رسمی را ما تیر کردیم، سر ما تیر کردن. پروسه انتخابات 2 بار ما 16 عمل 24 جوزر انجام کردیم. تا هنوز هیچ کس به مشکل ما رسیدگی نمیکنه. میگه شما اگر کسایی که از ولایت‌های دور هستین ما 10,000 روپیه به شما میدیم، میگه بار رخصت بریم. ما 10,000 روپیه چی کنیم؟ ما 6 ماه شما رو میخوایم. وزارت امور داخله میگوید که حقوق این سربازان در جریان همین هفته و یا هم هفته آینده پرداخته خواهد شد. پیشرفت‌های خوب در این صورت گرفته. بسیار به زودی انشالله که افراد و اشخاص و گاردایی که مربوط تصدی دولتی بودن اونا فعلا در لوای گارد قطارها جابجا شدن، اونا معاش خود دریافت خواهند کرد و این مشکل به گونه جدی حل خواهد شد. این سربازان میگویند به هر دری که زدند پاسخ نگرفتند. آنان هشدار میدهند که در برابر به دست آوردن حقوقشان هر کاری انجام خواهند داد.